الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. خب السلام علیکم دوستانی عزیز. خب یادتون باشد اگر آخران درس ما درباره حرف‌های را با هم صحبت داشتیم، گفتیم که حرف را در 6 حالت قوس خوانده می شود و در چند حالت دیگر باریک خوانده می شد، یعنی تفخیم و ترقیق. گفتیم رای تفخیم و رای ترقیق. بنابراین با همراهی شما ما 4 حالتی که حرف را قوس خوانده می شد یک جا یک گذشتگی بدیم. خب انا یک بار دیگر من این چی نقشه را یک بار اهمیت دهید. انشاءالله یادتون باید بیاید که حرف را دو تقسیم می شد: رای تفخیم و رای ترقیق. و رای تفخیم یعنی رایی که قوس خوانده می شد. خب 6 حالت بود. از این 6 حالت 4 حالت ما گذاشتیم. یکم حالت گفتیم اگر را مفتوح باشد، یعنی را زبر داشته باشد، قوس خوانده می شد را. خب دوم اگر را مضموم باشد، را حرف را ضمه داشته باشد، یعنی اوب داشته باشد، اینم قوس می شد. سوم حالت گفتیم اگر حرف را ساکن باشد، رای ساکن و ما قبلش مفتوح. خودی حرف را ساکن باشد و پیش از خودی را بودگی حرف اهمیت میتیم که زبر یا که پیش زبر داشته باشد قوس میشد و زبر پیش داشته باشد قوس میشد، که چهارم حالتش همون است. یعنی را اگر ساکن باشد پیش از حرف را بودگی اهمیت میتیم که اگر پیش باشد حرف را قوس خوانده میشد. این 4 حالتی بود که ما یک جایه در درس‌های قبلی گذاشتگی بودیم. خب اکنون امروز پنجم و ششم حالت حرف را ما اهمیت میتیم و میخوانیم که در کدام حالت ها قوس خوانده میشوند. پنجم حالت: اگر حرف را ساکن باشد و پیش از آن، یعنی پیش از حرف را، کسره عارضی و یا الف وصلیه یا همزه وصلیه، هر دی نام میگیرن، و یا الف وصلیه یا که و یا همزه وصلیه آید، حرف را تفخیم یعنی قوس خوانده می شود. یعنی چی برادر عزیز؟ حرف را آید، خب حرف را ساکن باشد، یعنی علامت حرف را حرف سکون باشد و پیش از حرف را بودگی کسره عارضی. یادتون باشد اگر درباره سکون عارضی ما گپ زدگی بودیم، گفتیم که سکون میشد سکون اصلی، یعنی اصلی همون حرکت سکون اصلی هستک، ما خودمون نساختیم، حرف سکون دارد. باز می شود کسره عارضی، سکون بخشش سکون عارضی می شد، یعنی از پیش خودمون یک سکون آورده ماندیم، یعنی در اصل در اوج سکون نبود اما به خاطر ایستادن ما علامت سکون آوردیم. این را میگن سکون عارضی. اکنون سکون عارضی را که فهمیده باشید، در اینجا فهمیدنتون ممکن است، آسان است که گفتیم حرف را ساکن باشد و پیش از آن کسره عارضی، یعنی کسره کی، یعنی زیری کی، خب ما خودمون میسازیمش، در اصل وجود ندارد، ما خودمون الف زیر میتیم. و یا همزه وصلیه یا که الف وصلیه. اهمیت داده باشه در قرآن من خیلی الف ها هستند. الف هست، نه زبر دارد نه زیر نه پیش، هیچ چیز ندارد و ما او را از پیش خودمون حرکت میتیم، یعنی ا ای او باید یگون چیز تیم. خب اگر همین خیلی بیاید حرف را چی خوانده می شود؟ تفخیم یعنی قوس خوانده می شود. از روی مثال ها آسان تر است فهمیدن. من ببینید در قرآن عیناً همین خیلی نوشتگی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ارجعی الى ربک راضیة مرضیة. ارجعی الى ربک راضیة مرضیة. دیدید؟ یعنی حرف را آمده است، حرف را ساکن است. موافق قاعده اکنون باید که پیش از خیلی حرف را بودگی را اهمیت دهیم. پیش از حرف را میبینیم که الف آمدگی است. الف ما الف چی است؟ من اینجا را خوندیم که همزه وصلیه، یعنی الف است که وصل است. وقتی که میگذاریم نمیخونیمش ا ای او یگون چیزی نمیخونیم، کلمه پیشترش اگر به این الف یک جای مثلا وصل کنیم چسبونیم، اگر الف نخونده حرف را دا میگذاشتیم، به هم خاطر الف وصلیش میگن یا همزه وصلیش میگن. بنابراین قاعده ما همین بود که اگر حرف را ساکن شود
و پیش از خودی همین حرف را بودگی الیف وصلیه بیاید. فرق ندارد یا الیف وصلیه بیاید بگیم یا کسره عارضی بیاید، هر دیش یک چیز، یعنی همون الیف وصلیه که اومد کسره عارضیش میتیم. خب در همین حالت حرف را غوص می شود. بینید ارجعی نمیگیم بلکه ارجعی الى ربک راضیة مرضیه. یا که مثال دیگر إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه. خب إلا من ارتضى، إلا من ارتضى. بینید یعنی حرف را ساکن شده است، پیش از را بودگی الیف وصلیه است، الیفی که ما خودمون حرکتی کسرش میتیم یا اینکه حرف پیشینش ما میچسبونیم. بینید من این ارتضا نمیگیم بلکه من ارتضا میگیم. موافق قاعده های پیشینه باید که باید که تنک خونده میشه، چون که پیش حرف را ساکن است، پیش از خودش بودگی حرف الیف سکون دارد و پیش از وی بودگی حرف کسره یعنی زیر آمده است، باید که الا من ارتضا میشید. اما به خاطر که این کسره عارضی است و به خاطر که من این الیف وصلیه هست، ما حرف را غوص خواندیم. ارتضا گفتیم الا من ارتضا، من ارتضا نمیگیم. یا مثال دیگر ولا يشفعون الا لمن ارتضا، ولا يشفعون الا لمن ارتضا. دیدید اینجا هم همون حالت آمادگی است. فیقسمان بالله ان ارتبتم، ان ارتبتم، ان ارتبتم غوص خونده شد. خب این بود پنجم حالتی که حرف رای ما غوص خونده میشد. ششم حالت اگر حرف را ساکن باشد و بعدش یعنی بعد حرف را حرف استعلا در یک کلمه آید، حرف را تفخیم یعنی غوص خونده می شود. آسان است، یک دقت دید، بسیار آسان است، از روی مثال حاضر میفهمیم. گفتیم که اگر حرف را ساکن شود، من اینجا حرف رای ما ساکن شد. خب حرف رای ما ساکن شد و پیش از را بودگی حرف بعد حرف را حرف استعلا آمده است در یک کلمه. خب حرف را ساکن شد، بعد حرف را حرف استعلا آمده است و هر دی همینو در یک کلمه هستند، حرف را غوص خوانده می شود. یعنی دیگر ما پیش از را اهمیت نمیتیم که زبر دارد یا پیش دارد یا زیر دارد، چون که حرف استعلا طبیعتش خودش بسیار که غوص هست. وقتی تلفظ کردن استعلا گفته حرفای غوص تلفظ میشدن، خصا ضاغطین قض یادتون باشد. اگر بنابراین حرف رای ما را تأثیر میکند. نمیگیم که این ربک لبالمرصاد، نمیگیم مرصاد، نه، چون که بعد حرف را حرف صاد آمده است. حرف صاد خودش که طبیعتش غوص است، استعلا صفت استعلا که دارد، ما حرف را هم غوص میگیم. این ربک لبالمرصاد، مرصاد، این ربک لبالمرصاد. یا که دیگر این جهنم کانت مرصادا، مرصادا. یا که دیگر آیت ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، قرطاس، قرطاس. خب یا که دیگر آیت فلولا نفر من كل فرقة منهم، فرقة منهم. گفتیم حرف را ساکن شود و بعد حرف را حرف استعلا در یک کلمه با حرف را بیاید، حرف را غوص خوانده می شود. این بود ششم حالتی که حرف را غوص خوانده می شد. اکنون یک ایضاح دیگر دادن میخواهم. در قرآن کریم چند کلمه هست که حرف رای آنها به دو شکل خوانده می شود، گاه غوص، گاه هم غوص خوانده می شود، هم تنک خوانده می شود. برای اینا را فهمیدنتون اگر کسی خواهشمند باشد میتواند به دیگر کتاب‌های تجوید مراجعت کند، یا اینکه اگر خواستید من به خاطر که مثلا مشکل نشود شما را بسیار، این کلمه ها زیاد نیستند در قرآن کریم، همگیش 5-6 کلمه هست که
هم غوص خوانده می شود هم باریک خوانده می شوند. و همون خاطر من نآوردم دیگر. کدومتون خواستید اگر شخصا میتونید که برای من نویسید، انشاءالله من براتون میفرستانم. یا اینکه یک کار میکنیم، یک کسی که میدوند میتوند که در کامنتری نویسد همون کدام کلمه ها هستند که هر دو حالت دارد، یعنی هم غوص هم باریک خوانده می شود. خب اکنون یک چند سوره را همراه میخوانیم برای حرف را اهمیت دهید شما. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة. حرفای را تنک شدنه. القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية. صدق الله العظیم. خب دوستان عزیز، شما سوره القاریه، سوره انا انزلنا را همراه سوره والعصر خوانید و حرفای استعلا و استفاله را معلوم کنید. حرفهای خب لام لفظ الله معلوم کنید تا امروز ما گذشتگی موضوع را، و حرف را تفخیم و ترقیق یعنی غوص خواندن حرف را شما معلوم کنید از همین دو سوره انا انزلنا و سوره والعصر. و شما میتونید که به من نویسید و فرستانید که در سوره انا انزلنا چند جا حرف را غوص خوانده می شود و چند جای دیگر خب در سوره والعصر غوص خوانده می شود. سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.